تاریخ اولین خلیفه در اسلام حضرت ابوبکر صدیق بود. لیکن افسوس بنابر سبب مقصد هر روز شکایت هایی که میبیو از آیین زنداری و شوهرداری مجبور شدیم که اکنون درباره همین حقوق زنک و مردک صحبت کنیم که همین زنها در اسلام یگان حق دارن یا مردها در همین اسلام یگان حق دارن یا اسلام فقط نماز و روزه و حج خلاص. جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام فرمودند که شیطان، حدیث امام ابو داود روایت میکنه، شیطان هر روز پیش دو زنها می اومده. خوشو فهمیده سه؟ امام ابو داود حدیث روایت میکنه شیطان هر روز پیش دو زنها می اومده، همون دو زنهایی که عدالت کردن نمیتونن، با قشاقی خوری و جنگ و حقاره زندگی میکنن. بعد می اومده است میگفته است که اگه تاجیکیش قد گویم قند زنی هزار رحمت دات که فردای قیامت من در دوزخ تاقه نموندی. با همه دستش قطعی آمده روی دو زنه رو میمالیده، میگفته قند زنی یا جایه این پگه. حدیث امام ابو داود روایت میکنه، سادش همینه. انسانهای پرالیچ همه موندیدگی، یعنی اینسولت میزنه یک نیمشون ای کار میمونه. آدمایی که زنکار عدالت کردن نمیتونن روز قیامت از لحد میخسین فلجن. حدیث امام مسلم روایت میکنه. زنگیری حواس نیست. آیا همین زن حق داره؟ سوره بقره آیه 228. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولهن مثل الذین علیهن بالمعروف. ای مردها، شما در ذمتان حق است، حق خاصه زنها دارند که از روی عرف با زنکا زندگی کنید. عرف مردمی ترک از تاجیک فرق داره، تاجیک از قفقاز فرق داره، قفقاز از ازبکش فرق داره. ما باید عرفا را شناسیم. خاصتا زنکا هم دعوا کردن نمیتونن که باید یک شب پیش ویشته باشه، یک شب پیش این نشته، یا هر روز یک لباس نو کنی، هر روز باید طلا خرید. این حق هم ندارن. با عرف زندگی کنی. میگه عرف چیه؟ عرف تاجیکی ما همین زندگی ما عادی زندگیه. علیهن بالمعروف، با زناتون خوشرو زندگی کنی. ابن قدامه را میپرسن که معروف تا چی میدرایه؟ میگم یکم شایستگی. چون ما زندگی شایسته نداریم، چون ما شایسته نیستیم، چون ما در زندگی ما شخصیت نیستیم، چی به از در نمیدرایم زن من در پیش ما نمیخیزه، ای بی خود مونه. دویم باید در زندگی ما آزار نباشه. گفته این حقای زنکا های، زنکا باید آزار زبانی نتی. زنی یکی از عالمترین صحابه نامش معاذ ابن جبل بود، عالم صحابه بود، کسلی وبا دمور، همین کرونا ویروس دمور، همین صحابه. زنش پیش پیغمبر خدا شکایت اومد. ای روی صحابه و علمای صحابه شکایت، ما کیم که ایریم شکایت نمیکنم؟ پیش پیغمبر خدا اومد ای شکایت کرد. رسول الله در جواب گفت یکم حق مرد برگردن زن همینه که و عاشرهن بالمعروف. ای مرد که آخمی زباناتون خدا گرفته گپی خوب گوی، گپی نغز گوی زنکا ده. نخوز زنک سزاواری دشنام باشه، نخوز زنک سزاواری حقارت باشه. جناب پیغمبر گفت خدا لعنت کند اون مردی را که دستر زنش میزنه. خدا لعنت کند اون مردی را که زنش سیاه میکنه. خدا لعنت کند اون مردی را گفت پیغمبر که خودش نو میپوشه و زنش کهنه میپوشه. حدیث امام بخاری روایت میکنه. آخه ما آیین زنداری مون فکر کنیم، یکم با عرف باید زندگی کنیم. عرف چیه؟ باید ما امروز بینیم که عرف تاجیکی ما چخیلیه، چخیلی لباس پوشی داریم، چخیلی مقصد پیشتره کمپیرامون زندگی میکردن، اندک عادی زندگی ها داشتیم. ما با عرف حق نداره. با حدیث داریم که تکلیف ما لا یطاق، همون چیزی را که شوهر زورش نمیرسه
اگر زنها همو را طلب کنن که من ده اینو و اینو آن میگیری زور شوهر نمیرسه، روز قیامت خدا این زن ای زبانش کشول میکرده. این حقا را باید ما دونیم. برای چی امروز ظلم میشوه؟ برای چی امروز نافهمی میشوه؟ برای چی امروز دشنام میشوه؟ چی و شایستگری نیست در زندگی، افتریتت میگم نیست. چی با؟ برای که سوی استفاده زیاده در منصب. یک آدم روبر میمونه نیمی زمینا رو میفروشه، همه را جزیر میکنه. تو کی خود در اموال دولتی شقه میشی؟ وای حق ملت های، وای حق امت های، تو چی سوی استفاده ای وظیفت میکنی؟ امروز مردم سوی استفاده میکنن، خیال میکنن همین زنک نکاح میکنی وای غلامه برای او. تمام باید او 24 ساعت بیچاره هم مرکب خر باری بعد خانه او کار کنه. این حق نداره. در کجا آمده این؟ در کجا آمده این که زن باید غلام باشه؟ در کجا آمده که زن باید 24 ساعت چابک کنه و 24 ساعت علف دروه؟ در کجا آمده؟ با تعریف میکنن شوروی را. بیچاره همین زنکا از همین پمیدارچینی و بادرینگچینی را بیزار شدگی بدن. بسیاری همون کمپیرها نقل میکنن که شب میخیزیم سحری وقت نماز، شوهراشو میگفته که آبازی نکردی؟ میگفته نه. میگفته آخه شب من خود نزدیک شده بودم. ای همون بی‌فرگی را نمیفهمیده. با تعریف میکنن شوروی را. و زن باید راحت کنه، زن باید عالیه حسن باشه. زن معاذ بن جبل شکایت میکنه، میگه یکم همینه که مردها باید خوشگپ باشن. دویم گفت که ای مردها از خدا ترسید حق زناتون. چیز خودتون میخره و یاد روی کنه، چیز خودتون میپوشه او را پوشونه. زنم باید اکنون حق شوهر. دویم آیت میگه خدا ولهن مثل الذین علیهن بالمعروف. شما به معروف نیک به عرف به زناتون نزدیک شوه. ای مردم خدا با زنا را میگه ولی رجال علیهن درجه. دویم آیت بین شما زناتون به عرف نزدیک شوه. و چی ما را با او زن حلال کرد؟ چی ما را در بالای او زن برآمدند حلال کرد؟ چی بود که او زن قشاقش برای ما حلال کرد؟ خدا. و خدا حلال کرده ما را با او زن، او را نکاح میگن. چی به امروز سخن خدا در خیانت میشه؟ چی به امروز سخن خدا در عدالت نمیشه؟ چی به امروز سخن خدا را گوش نمیکنیم؟ با میگن که زندگی ها ویران میشه. زندگی های هممون قریب قرآنی نیست. زندگی های هممون اسلامی نیست. سیوم چهارم خرج. در گردن مردک خرج واجبه. او زنک میپوشه، او زنک میخره، او زنک سکنا یک باید رخت خواب داشته باشه، او یک لگند سرشویی داشته باشه، باید او زنک یک تسبیح و جای نماز داشته باشه، یک دیگ و کوسه داشته باشه. اینا میگن خرج. نخواه که فقط زن برای کیف و صفا باشه و خلاص. و خدا حلال گردانیده او 4 زنه. اول ایناش باید فکر کنیم. در صورت زن زدن حرام، دشنام زن حرام. زنها باید شوهر اطاعت کنن، زنها باید عفت داشته باشن وقتی این حرمت ها رو شوهر میکنن. در عدالت چی میدراید؟ در عدالت سخن نیک خوراک میدرآمده، پوشاک میدرآمده. عرف نگاه کردن در کاره چیز در شأن زنک در کاره. امروز زنک ها شأن دارن، شرف دارن. برای زنک باید یک رخت خواب باشه، یک حمام خوشرو باشه. زنک ها باید نوبنه و خوشبویی کنن پیش شوهراشون. اینی شأن و شرف باید ما اعتبار تیم. عرف نگاه کنیم. آیلی که 10,000 روبل 15,000 روبل صرف نکنین حرامه. همون چنی 10,000 پاتا دراز کن، چنی 15,000 پاتا دراز کن. دوده که نمیتونی چی دویم زن میگیری؟ جاگه خوابی در عدالت نمیدرایم. گفتن اگر آدمای 2 زنه و 3 زنه حضرت امام محمد میپرسن 2 زنه و 3 زنه ها چی کنن که جاگه خوابی را جدا کنن؟ گفتن 4 روز پس حق دارن. برای که حفصه مادرمان حضرت عمر 4 نشان داد، 4 ماه گفت ما میتونیم که امین قیاس کنیم، از امین دلیل گیریم
هر مرد میتونه که پیش زن یکم و دویم و سوم و چهار روز پس روا میتونه. آخه شریعت ما عرف نگاه کنه میگه از این عرفی مادر 99% مرده که تاجیک بیچاره پرستتی داره، هر بگه اگر او را بردن گیرن دیگه پا میزنه. ما چی باش به شریعت ما زندگی نمیکنیم؟ عرف نگاه کردن در کار، کمبودی زندگی، کمبودی کار، کمبودی خوراک. ای کجا همون مردک دیگه بیچاره بیدار میشود؟ 4 روز یک بار گفتیم این زنکای به مقصد به توفیق هم زیاد دبا میخوای گه بگه پیشین یکی خیلی در یگان جای شرع نیست. این حق زن نداره، این حق مرده. 4 روز اگر پیش همون زنش نروه مرد گناهگار میشود. ام المؤمنین حفصه حضرت عمر 4 نشان داد. ای همین دلیل میگیره امام محمد. قسم به خدا همیره بسیار تو نمیدونسته. فقط یه چی سوال میتین حضرت درباره قرض گاوزن. او بیزارم ایمه پول تونمو ایمه قرض تی تونمو خی قرض اون کی دادی خودتون رو حل کردن گیره منبر جای قرض قواله و سودای ما و شما. ای مسئله اویله داری باید سوال کنیم. فقط میبیان که قرض گاوزن. و نته قرض چی دمیتیشه قرض؟ چی دمیتیشه بو؟ میلیون میته با گیریه کرده میگه درباره قرض گاوزن. و قرض مسئله اجتماعی است، سود قدی حلش کنه، عقد قدی حلش کنه، سند قدی حلش کنه، عریضه قدی حلش کنه. اسلامی که نمیکنن با میگه درباره قرض گاوزن. منبر جای فقط قرضه. مسئله خانوادگی را باید بسیار پرسه. همین هفته آخر فقط زنکا آمدیان که شوهرامون ما را میزنن، نه دندان مونده نه دستمون همه را شکستیان. او بالا یا که کمتر فکر کنیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. اگه خدا خواهد دیگه همین رفتگی آیین زناشویی را سر میکنیم. دیگه حضرت ابوبکر مونده که در حق یک برادر معلم مرده زینالدینوف خدا جوش بهشت کنه. در حق یک برادرمون امان در حق پدر و مادرش خدا پدر و مادرش رحمت کنه. دعا کن در حق مفتی که غیرت دینیش خدا بلند کنه، مسجد رو هوی کنه، دروازه‌هاش زیادتر مسجد بسیار اندازه. در حق پدرش دعا کنه که پروردگار پدرش جوش بهشت کنه. در حق مسلمانان دعا کنه خدا بیماراشون شفا ته، وطناشون تینچ کنه، کیسه‌هاشون پری سوم کنه، پروردگار غیرتشون زیاد کنه، یعنی که همون زناشون خوشو نگاه کنن و به ناموسانه 2-3 زن گیرن. دعا کنیم در حق یک برادرمون در حق فرزند زنش خداوند و زن و فرزندش به کمال پیری رسونه. دعا کنیم یک برادرمون در کام بده خدای هوشیار شود، سلامتیش خدای بردوام کنه. دعا کنیم در حق یک برادرمون که دخترچه‌اش اپراتسیون می‌داره آورده خود دخترچه خدا شفا ته. دعا کنیم در حق خدمتگارای مسجد که خدا غیرتشون زیاد کنه و ناموسشون بلند کنه و برکت در کسب کارشون ته. دعا کنیم در حق یک برادرمون نامش ادریس بده، پروردگار دولتش زیاد کنه. پروردگار هممون توفیق ته، هدایت ته برای راست. پروردگار هدایت رهسپار ما گردانه. پروردگار همین مردکا رو جوان مردیشون بلند کنه که زنداری اسلامی را پیش گیرن. برحمتک یا ارحم الراحمین.